قمرالملوک وزیری از زنایی بود که در اواخر عصر قاجاریه و اوایل دوره پهلوی پا به میدون هنری گذاشت که پیش از اون جامعه ایرانی اونو تجربه نکرده بود. اولین زنی که در ایران پا به عرصه آواز خوندن در ملأ عام گذاشت. هرچند کار سختی بود ولی سرانجام سماجتاش به ثمر نشست و تونست در موسیقی ایران موندگار بشه. قمر سرگذشت حیرت آوری داره. خواننده‌ای که روزی اون شهرت و ثروت رو به دست آورده بود، در نهایت کارش به اعتیاد کشید و مراسم خاکسپاری سوت و کوری داشت. با ما همراه باشید تا با زندگی قمرالملوک وزیری بیشتر آشنا بشید. بیش از شروع حتما عضو کانال ما بشید تا شخصیت‌های تاثیرگذار ایرانی رو بهتر بشناسید. قمر در سال 1284 شمسی توی خانواده مذهبی در تاکستان قزوین به دنیا اومد. پدرش زمان تولدش زنده نبود و وقتی فقط 1.5 سال داشت مادرش رو هم از دست داد و مادر بزرگش سرپرستیش رو به عهده گرفت. مادر بزرگ قمر روزخون بود و توی مجالس روزخونی که در دوره ناصری مهم و پر رونق هم بود، قمر رو همراه خودش می برد و به این ترتیب قمر از بچگی با روزخونی و حضور در جمع مانوس شد و از این راه اعتماد به نفس بالایی به دست آورد و از طرفی حنجره مناسب خوندن رو هم از مادر بزرگش به ارث برده بود. قمر زیر و بم و فوت و فن اولیه آواز خوندن رو از مادر بزرگش یاد گرفت و این خوندن باعث شد تا یه شب وقتی استاد نی داوود صداش رو شنید اینقدر جذبش بشه که دیگه رهاش نکنه. قمر جوون رو به کلاس خودش برد و راه ورودش به کلاس استادای دیگه اون دوران رو هم براش باز کرد و از قمر خواننده‌ای بزرگ ساخت. قمر در سال 1303 شمسی اولین کنسرت خودش رو اجرا کرد، اون هم بدون حجاب و پوشش متداول خانم‌های اون روزگار. روز بعد نظمیه که غافلگیر شده بود ازش تعهد گرفت تا دیگه بدون حجاب کنسرت نده. کاری که قمر کرد بی سابقه بود. نه فقط عموم مردم که اهالی موسیقی هم نمیتونستن آزادانه این جسارتش رو بپذیرن. توی روزنامه ها هم مخالفت های زیادی با قمر میشد. روزنامه شفق سرخ مطالب تندی درباره قمر چاپ میکرد. انقدر که قمر توی مقاله‌ای به دفاع از فعالیت‌های هنریش نوشت: آقای دشتی، ما زنهای تهران هرچند هم به عقیده سرکار عالی نالایق باشیم، اینقدر فهمیده ایم که در قوانین مقدسه مطهر اسلام جز در بعضی از موارد مانند جهاد و غیره زن و مرد یکسان است. اگر موسیقی حرام است و در شریعت مقدس اسلام این عمل حرمت دارد، چه مردهای مسلمان و چه زنهای مسلمه بایستی از این عمل پرهیز نمایند. چه دلیل دارد که مردها مجازند که این صنعت را بیاموزند و زنها از آموختن این صنعت لطیف محرومند. این توضیح رو هم بد نیست بدم که علی دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ در اوایل جوانی درس طلبگی خوند و بعد حوزه رو رها کرد و به مشاغل دیگه از جمله روزنامه نگاری و انتشار روزنامه مشغول شد. ولی با گذشت زمان روز به روز به محبوبیت قمر اضافه می شد و نه تنها در تهران که در بقیه شهرها هم کنسرت هایی اجرا می کرد و تصنیف هایی که می خوند بین مردم گل می کرد. کار قمر طوری اوج گرفت که همه رو مبهوت کرده بود. هفته‌ای 2 تا تصنیف می خوند و در گرماگرم استقبال مردم از قمر، کمپانی معروف اروپایی هیز ماسترز وایس اولین بار برای ضبط صدای قمر دستگاه صفحه پرکنیش رو به تهران آورد و کمی بعد هم شرکت پلیفون همین اقدام رو انجام داد. سال 1319 با گشایش رادیو و پخش صدای قمر مقبولیتش در بین عموم باز هم بیشتر شد. قمر شخصیت بی‌نظیری داشت. هیچ وقت دنبال جمع کردن ثروت نبود و هرچی به دست می آورد دوست داشت با فقیرا تقسیم کنه. درآمد کلان کنسرت هاشو یک جا به خونه نمی برد. مثلا درآمد کنسرت سال 1303 رو به امور خیریه داد. عواید کنسرت مشهد رو صرف آرامگاه فردوسی کرد. در سال 1308
کنسرتی به نفع شیر و خورشید اجرا کرد و عوایدش رو به بچه‌های یتیم سپرد. حتی وقتی نیرالدوله والی خراسان چند تا گلدون نقره بهش هدیه داد، قمر اونها رو هم به عارف قزوینی بخشید. اما صدای قمر در 40 و چند سالگی دیگه اون توان و دقت پیش رو نداشت. کمی بعد هم سکته مغزی کرد و حتی حرف زدنش به کلمات نامفهوم بدل شد. خانم قمرالملوک وزیری، از اینکه به هنرمندان رادیو ایران این افتخار رو داده و با کسالتی که دارید به استودیوی رادیو ایران تشریف بردید از شما تشکر میکنم. همچنین از طرف شنوندگان رادیو ایران از شما سپاسگزاری میکنم. قمر حرفی داری؟ یه تشکری از شنونده ها. برای دنیا از میهمان هنرمند اجازه. بله. یه دنیا از همه دوستان. میهمان هنرمند امروز رادیو ایران میزبانان هنرمندی هم داره که همکنون با چشمانی مملو از اشک شوق پروانه‌وار به دور شمع هنر ایشون که سمت استادی بر یکایی که اونها داره گرد آمدم و ما از اونها خواهش میکنیم که هر کدوم خودشون رو معرفی کنند. من الهه هستم و امروز خیلی خوشبختم از این که قمر ستاره درخشان موسیقی ایران را در محیط کار خود یعنی در استودیوی رادیو ایران می‌بینیم. این بدبیاری ها درست در سالهایی بود که زمانه با اهل موسیقی مهربونتر شده بود، رادیو صاحب ارکسترهای بزرگ شده بود، برنامه گلها به راه افتاده بود تا یه فصل جدید توی موسیقی ایران باز کنه و بازار ترانه سراها و ترانه خونها رو به رونق رفته بود. این سالهای شکوفایی موسیقی بی قمر گذشت. اما چرا؟ قمر از حدود 40 سالگی به مورفین اعتیاد پیدا کرده بود. این اعتیاد رو هم از همسرش داشت که به موسی و اصغر معروف بود. پسر میرزا حسن رئیس المجاهدین قزوینی که به تازگی از فرنگ برگشته بود و سوغاتش تزریق روزی چند بار مورفین به خودش بود. اعتیاد قمر به مورفین باعث شد که تنها فرزندش مرده به دنیا بیاد. ازدواجش با موسی و اصغر هم 2 سال و چند ماه بیشتر ادامه دار نشد، اما اعتیاد تا آخر عمر با قمر موند. به گفته محمود زلفنون که در رادیو رهبر ارکستری بوده که قمر در اون میخونده، ابتلا به مورفین بود که به حنجره قمر آسیب رسوند. با اینکه سرگذشت‌نامه‌های زیادی درباره قمرالملوک وزیری نوشته شده، اما فقط توی کتاب قمری که خورشید شد جزئیات زندگی شخصی و عاشق پیشگی و اعتیاد قمر خیلی آشکار بیان شده. نویسنده کتاب از مورفین که به نوشته خودش زندگی قمر رو ویران کرد به عنوان داروی مامان و استاد صبا نام برده و میگه به دستور محمد رضا شاه بنگاه کل دارویی کشور مورفین قمرالملوک وزیری و ابوالحسن صبا را تأمین میکرد. برخلاف اونچه که نوشتن و همیشه گفتن، قمر در سالهای پایانی عمر و خونه نشینیش تنگ دست نبود. خدمتکار داشت و برو بیا. بدیعالزمان فروزانفر، ادیب بزرگ و استاد دانشگاه تهران، در زمانی که عضو مجلس سنا بود مصوبه ای از این مجلس گذروند که برای قمرالملوک وزیری مقرری ماهیانه 300 تومان تعیین کرد که بعداً تا 800 تومان هم افزایش داشت، یعنی معادل دستمزد استادای برجسته دانشگاه. توی همون سالهایی که بیشتر هنرمندا قمر رو از یاد برده بودن، خونش محل رفت و آمدای گاه و بیگاه کسایی بود که متاعی هم از خونه با خودشون می بردن و خدمتکارش اونطور که توی این کتاب اومده وقت خروج مهمونا برای اینکه پولی از اونا برای خودش بگیره به دروغ از تنگ دستی و بیچارگی قمر میگفته و مطبوعاتی هم بودن که حرفای این خدمتکار رو منبع گزارش‌های خودشون درباره زندگی قمر می‌کردن. اما در نهایت اعتیاد و بعد سکته مغزی نقطه پایان زندگی قمرالملوک وزیری شد. مجله تهران مصور در مرداد 1338 از مراسم دفن قمرالملوک وزیری نوشت:
جنازه قمر صبح روز جمعه برای انجام مراسم مذهبی به امامزاده قاسم فرستاده شد و پس از غسل قرار شد که جسد را به یکی از مساجد شهر منتقل کرده و به وسیله رادیو برای تشییع جنازه قمر از مردم هنردوست دعوت به عمل آورند تا روز شنبه در آن مراسم شرکت کنند. اما جنازه قمر مانند اشخاص مجهول الهویه که دیوار بر سر آنها خراب می شود یا زیر ماشین می روند به سردخانه پزشکی قانونی منتقل شد. روز بعد جنازه خیلی بی سر و صدا به وسیله آمبولانس وزارت دادگستری ابتدا به منزل او واقع در تهران نو منتقل گردید و از آنجا که 20 نفر در تشییع جنازه او شرکت کرده بودند به آرامگاه ظهیرالدوله منتقل گردید. همونطور که در این گزارش هم دیدیم قمر رو بی سر و صدا به خاک سپردن. در ظهیرالدوله جز چند نفر از دوستای قدیمی قمر و چند تا جوان هنردوست کسی نیومد. هنرمندایی که خودشون رو خاک پای قمر میدونستند حتی زحمتی به خودشون ندادند که در مراسم تدفین ستاره موسیقی ایران هم شرکت کنند. اداره رادیو به کلیه خواننده ها اطلاع داده بود که به ظهیرالدوله بیان و در مراسم به خاک سپردن قمر حضور داشته باشند. اما هیچ کدوم از هنرمندان نیومدن. این نامردی رو چطور میشه معنی کرد؟ در بین کسایی که برای تشییع جنازه قمر به ظهیرالدوله اومده بودند فقط چند چهره آشنا مثل استاد نی داوود، حسین تهرانی، بدیعی زاده و ذبیحی دیده میشدند. قمرالملوک وزیری در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته: من مردم اما خاطره حیات هنریم نمرده است. وقتی که تو این درد دلهای مرا میخوانی من زیر خروارها خاک سرد و سیاه خفتم. دیگر از حنجره خشکم صوتی بر نمیخیزد و دنیایم تاریک و خاموش است. اما روحم عظمتش را از دست نداده و هنرم را بنده زور و زر و خیانت نکردم. مطمئنم کسی بعد از مرگم از من بدگویی نمی کند. من هیچ ثروتی ندارم اما دلهای یتیمانی را دارم که به خاطر مرگم از غم مالامال می شوند. چشمهایی را دارم که در فقدانم اشک می ریزند. همانهایی که با پولم پرورش یافتند، شوهر کردند، داماد شدند و به جای اینکه جایشان در مراکز فساد و زندان باشد، انسانهای خوشبختی هستند. شما چقدر این بانوی هنرمند رو میشناختید؟ نظرتون درباره قمرالملوک وزیری رو حتما برامون بنویسید. سپاس از همراهیتون با ما و اگر از ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن از فعالیت‌های ما حمایت کنید و در پایان هم دعوت میکنم این ویدیو رو هم تماشا کنید.